سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. امروز یک مهمان ویژه داریم، کسی که خیلی از شما دلتنگ دیدار ایشون بودید. هوای همهمه دارند، ابر و تندر و باران هوای زمزمه دارند، بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. تو 4 نفر جور کن که هوای خودتو داشته باشن، به فکر من نباش. آدم پنچری قطار بگیره ولی به روزی نیفته که این بخواد هواشو داشته باشه. ناکس. بفرمایید، خواهش میکنم. قرار بود من بیام سال 92 رو جمع بزنم که یعنی جمع و جور بکنم، ولی اول من یه سوال میکنم، توی بسیجی جواب بده. با این وضعیت داغون مقام عظما به قول شاعر اهل دل دیگه حالی به آدم میمونه؟ نه اختیار دارید. احوالی به آدم میمونه؟ نفرمایید تو رو خدا. یعنی وقتی اوضاع پسه، وقتی اوضاع پتاله، بسیج و سپاه اینا میریزن. خواهی 2-4 تایی ماست دیگه. آره، حالا من یه خورده میگم تا بفهمی. سال 92 چی شد؟ یه حساب سرراست میکنیم. یه حماسه سیاسی داشتیم میکنه به عبارت یه انتخابات و یه جفت کشیده تو بناگوش مقام عظما با یه دم به اضافه واسه کوسه. یه تظاهرات 20 بهمن هم که اصلا مهمون ما باش، چون که چیز قابلی نشد، ضایع شد رفت کارش. یه حماسه اقتصادی داشتیم که میشه قیمت دلار و سبد کالا و همینا دیگه. یعنی تو خزانه پولی نمیمونه که بدیم به شما ساندیس خورم. همیشه این مشکل هستی، فکر کنم سهممون کمه. حالا تو این وضعیت پتال مذاکره هم رفتیم بکنیم. یعنی طرف خیلی معطر بود، لب بادم چی میدیم میشید. چی میگیریم. بله ببین دیگه چیه که تو هم میفهمی. مرحوم ابوی خدا رحمت. همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که بعضی کارا هست که مثل بستن اشتباه دگمه لباس میمونه، وقتی تا تهش میری میفهمی چه فضاحتیه. مقام عظما تو مذاکرات همینطوری رفت، خورد رفت جلو، آخرش انداخت تو جو. به همین سادگی. بله. حالا این وسط عظما گیر کرده تو گل مثل پسرعموی اونی که امسال به اسمشه. حاجی رفسنجانی هم خفتشو گرفته که 0-0 خودشو بکنه. مرحوم ابوی یه رفیقی داشتن که پشت سپر ماشینش نوشته بود سبقت میگیری بگیر ولی دیگه قیافه نگیر. فهمیدی یا نه؟ خلاصه وضع نظام قفل سپیچه شده. سیاست خارجی نظام عین ترشی مخلوط مرحومه والده مکرمه است که به غیر از دمپایه همو بقیه چیزا رو ساتوری میکرد میریخت توش. از این قفل ها گفتیم، یه وقتایی خیلی سخت میشه، قفلم رو دلمونه و هر کاری میکنیم باز نمیشه. چی کار بکنیم که این اتفاق خوب بیفته؟ این باز کردن این قفله فکر نمی کنم کار خیلی ساده ای باشه. چشم بسته غیب گفتی. پس برای چی مقام عظما داره خودشو خفه میکنه؟ امسال عید رفتیم پیششون، راهنمود داهیانه دادن. گفتن که رمز موفقیت استراتژیکی و خروج از بحران 3 تاست. هی نگاه کردیم، آخرش گفتن چیه نگاه میکنی؟ اگه میدونستم که خودم توی بدبختی نبودم. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. اگه